زندگی تو سال 2025 2026 با زندگی تو قبل دهه 1990 داخل آمریکا خیلی متفاوته. چیزی که الان دارن به ما نشون میدن زندگی امروز یک آمریکایی نیست. قبل 1990 خب آمریکا زمین‌های زیادی به دست آورده بود، مساحت زیادی نسبت به جمعیتش داشت، کارگر ارزون داشت، کلی مهاجر و نمیدونم از قبل کلی آفریقایی و اینا برده‌های آفریقایی که داشتن، اینا باعث شده بود که اقتصادش رشد کنه و از نظر فناوری نظامی هم خب بعد از جنگ جهانی دوم قدرت برتر داشت و تونست با همین برتری باج‌های کلونی بگیره از کشورهای دنیا و به این شکل اقتصاد خودش رو پیش ببره. اما امروز که دنیا تغییر کرده، نظم نوین جهانی تغییر کرده، از نظر نظامی آمریکا دیگه قدرت برتر رو نداره، دلار آمریکا دیگه اون هژمونی سابق رو نداره، کاملا متفاوت شده زندگی داخل یک جای مثل آمریکا. الان حرفی که میخوام بزنم، مثالهایی که میخوام بیارم، شاید از نظر اون افرادی که من رو میشناسن من دارم طرفداری از نظام خودمون میکنم و دارم سیاه نمایی راجع به آمریکا میکنم، ولی اگه وقت بذارید میتونید راجع به هر کدوم از این صحبتایی که من میکنم یه سرچ و تحقیقات ساده انجام بدید، ببینید که من نه تنها حقیقت رو گفتم که کمگویی هم کردم. یعنی حرفای من به رسانیش مال 6 ماه و 1 سال قبل شاید باشه و امروز وضعیت خیلی وخیم‌تر هست. شاید من میخوام راجع به هزینه غذای یک خانواده داخل آمریکا صحبت بکنم. طبق آماری که من تونستم به دست بیارم، هزینه یک وعده غذای خیلی ساده، ما غذای ساده رو مثلا داخل ایران یه وعده املت یا نون و پنیر میگیم دیگه. حالا من نمیدونم تو آمریکا اونها غذای ساده رو به چی میگن، ولی میگیم هزینه یک وعده غذای ساده یه چیزی بین 35 تا 40 دلار. خب ما صبحونه رو هضم میکنیم، تنقلات رو هضم میکنیم، میوه رو هضم میکنیم، فقط میگیم یک انسان روزی 2 وعده غذا میخوره و دیگه هیچی تو 24 ساعت مصرف نمیکنه. اگه یه خانواده 3 نفره باشن، هر انسان میشه روزی 80 دلار، یه خانواده 3 نفره میشه روزی 240 دلار که ضرب در 30 روز ماه بکنیم میشه 7200 دلار. دلار امروز داخل ایران 115 16 تومنه، میگیم 100 تومن. اگه به تومان ضرب بکنیم میشه چیزی بین 700 میلیون تومان. و اینکه درآمد رو حالا بیایم حساب بکنیم، ببین میگن یه آمریکایی 10 برابر یک ایرانی درآمد داره. خب ما میگیم خب این مثال درست باشه، حالا که درست هم نیست به اون شکل و باید راجبش توضیحی بدم که حالا نمیگنجه داخل این ویدیو. و میگیم خب 10 برابر باشه. پروپور دستمزد یک کارمند داخل ایران یه چیزی حدود 40 50 تومنه. یه بازاری رو نمیگم، یه کارمند دولتی 40 50 تومنه. ما میگیم اگر یه آمریکایی 10 برابر یه کارمند ایرانی حقوق بگیره میشه ماهی 500 میلیون تومان. و من خب چون الان میبینم که باز 200 تومن کم میاره طرف سر خورد و خوراکش، میگیم 20 برابر حقوق بگیره نسبت به یک ایرانی بشه ما 1 میلیارد تومان. خب اگه ما 1 میلیارد تومان حقوق بگیره که نمیگیره، 700 تومن رو باید بابت خورد و خوراک و غذای یه خانواده 3 نفره هزینه کنه و میمونه 300 تومن. این 300 تومن هم باید به عنوان جواز هزینه و حضور زندگی داخل آمریکا پرداخت بشه و هزینه تفریح، نمیدونم لباس، دکتر، اینها همه میمونه و هیچ کاری نمیتونه بکنه. و یه عده دیدم که مثلا توی این تبلیغات ویزا و اقامت، یکی از تبلیغاتایی که انجام میدن این که مثلا فلان کشور هزینه درمانی رایگان داره، که این به شدت کذب، دروغه. ببینید انقدر اینجا هزینه درمان زیاده که شما جز یک بیماری خطرناک و ناعلاج جرئت نمی‌کنی واسه این بیماری‌های دیگه سراغ دکتر و بیمارستان بریم. مثل ایران نیست تا تپ می‌کنی 4 کیلومتر اون طرف یه بیمارستان باشه، یه مقدار خیلی کم پول ویزیت بدی و با کمترین پول یک کیلو تو داروخونه بری دارو بخری بیای خونت و 4 تا دونه از اون قرصا رو مصرف کنی بقیه رو بریزی دور. اونجا تو هر ایالت یه دونه بیمارستان داره نهایتش و دارو خیلی گرونه.
مثال بعدی که میخوام بیارم راجع به جنگ 12 روزه ایران و اسرائیل. خب میدونید اسرائیل از تجهیزات نظامی آمریکایی استفاده کرده برای دفاع از خودش و ایران هم از موشک‌های نسل اول خودش استفاده نکرده، یعنی درجه 1 خودش استفاده نکرده، درجه 2 3 بوده، تکنولوژی روز نبوده. اما تجهیزات آمریکایی که دفاع میکرده از اسرائیل همه جزو معروفترین و بهترین ها بوده و دید که ایران تونسته به راحتی با اون موشک‌های نسل 2 و 3 خودش از این سیستم دفاعی چند لایه عبور کنه، جدا از دفاعی که اروپایی‌ها و عرب و اینها هم تو مسیر کردن و به راحتی این سیستم برتر آمریکایی رو در هم بشکنه. و حالا شاید کن شما موشک‌های روسی و چینی میتونن چه کاری انجام بدن. پس میشه گفت دیگه از نظر نظامی هم آمریکایی‌ها فقط تجهیزاتشون تبلیغاتیه، یعنی واقعا کاربرد امروزی نداره، تکنولوژی و فناوریش به امروز نمیخوره. یه مش ابوالقرازهای قدیمی هستن که ظاهر یومخت و زیبایی دارن ولی زمخت و زیبایی دارن ولی کاربری ندارن تو جنگ امروز که یک جنگ کاملا سایبری و به فناوری متکی هستن. مثل قدیم هم نیست بتونن سربازگیری کنن، چه میدونم 20,000 تا 40,000 تا سرباز پیاده کنن واسه جنگ‌های زمینی. دیگه آدم ها، جوون ها فرق کردن، نسل الان فرق کرده. نسل‌های قبلی بله جوون ها خیلی راحت واسه جنگ ها ثبت نام می‌کردن، به راحتی تو افغانستان، عراق میتونستن کلی سرباز پیاده کنن و اما امروز به این شکل نیست. تکنولوژی باعث شده که انسان ها حاضر نیستن چند سال از عمر خودشون رو بیان داخل یک کشور دیگه جنگ کنن و زندگی خودشون رو نابود کنن به خاطر یه سری عقیده و یه سری سیاست مداری که اصلا نمیدونن دارن چی کار میکنن. و نکته بعدی که میتونم مثال بزنم، شما حساب کن همین ایرانیایی که چندین سال الان تو آمریکا هستن امروز آرزوی برگشتن به ایران رو دارن. فقط ایرانی‌ها نیستن، ببینید خیلی از افرادی هستن واسه کشورهای دیگه که امروز تو آمریکا زندگی میکردن 10 سال 20 سال 30 سال و الان دوست دارن برگردن به کشورهای خودشون. بحث این نیست که ایران پیشرفت کرده اینها دوست دارن برگردن به ایران، بحث اینه که زندگی تو آمریکا واقعا سخت شده. حتی اون خواننده لس آنجلسی ما که وضع مالی خوبی داره و پول خوبی تونست به دست بیاره تو این سالهایی که اونجا هست، اون هم از عهده خیلی از هزینه‌های خودش امروز بر نمیاد و اگه نمیگه شاید به خاطر آبروح و غرور باشه. اما حقیقت اینه که واقعا وضعیت اونجا یه مدل قمر در عقربیه. مثلا بورس آمریکا رو بذارید بگم، شما فکر کنید مثلا بورس ایران وضعیت بدی داره و بورس آمریکا وضعیت خوبی داره، اما از نظر یه اقتصاددان خب متوجه میشه که قرار از چه معلومه نمیدونم هرچی. ولی ببینید از جنگ اوکراین به بعد بورس آمریکا و بازارهای پارکس 500% رشد کرده. میدونی یعنی چی 500% رشد یک شرکت؟ یعنی اینکه مثال تولید یک کارخونه تو آمریکا 500% هزینه تولیدش رفته بالاتر، قیمتش رفته بالاتر و این یعنی اینکه قدرت پول شما، قدرت جیب شما 500 برابر کمتر شده. و شما تو ایران میگید بورس سقوط کرده، نمیدونم ارزش نداره بورس ایران فلان، در صورتی که یه اقتصاددان میدونه چقدر یک کشور میتونه از نظر اقتصادی کشور جالبی باشه که بورسش انقدر هزینه سرمایه گذاری داخلش ارزون هست. یعنی شما میتونی با مقدار پول خیلی کمی سهام زیادی از یک شرکت خیلی بزرگ که چرخش در حال چرخیدن هست رو بخری و این یعنی اقتصاد خوب. درست ببینید امروز اقتصاد درست تو دنیا اقتصاد تورمی نیست، اتفاقا برعکسه، اقتصادیه که رو به ارزون بودن تولید باشه، یعنی تولیدش ارزونتر پیش بره. خب مثل چین که میبینید چقدر از نظر اقتصادی الان برتری داره نسبت به آمریکا. چرا این برتری داره؟ چون که ارزونتر داره تولید میکنه. این که آمریکا میاد ماشین‌های گرانتری تولید میکنه، تجهیزات گرانتری تولید میکنه، لوازم نظامی گرانتری تولید میکنه، این نشانه برتری نیست، این نشانه از بین رفتن چرخه صنعت توی کشور هست. و شما دیر یا زود میبینید که این حباب رشد سهام داخل آمریکا
مثل اتفاقاتی که تو دهه‌های قبل افتاده یک دفعه سقوط کنه و حساب کن 500%، 1000% سقوط سهام، یعنی اینکه شما نه تنها تمام ثروتت نابود شد، از بین رفت، بلکه یه چیزی به سیستم بدهکار هم میشی. یعنی شما حساب کن مثلا 10 میلیارد تومان سهام داری توی شرکت آمریکایی، شب میخوابی صبح بلند میشی میبینی نه تنها 10 میلیارد پولت از دست رفت، که شاید 2 میلیارد هم بدهکار شدی. و اینکه نکته بعدی که میتونم بگم این است، آمریکا یک راه بیشتر نداره بین بد و بدتر، در واقع دو راهه ولی خب میشه گفت یک راه. آمریکا یا باید بیاد دلار رو خودش رو از بین ببره یا آمریکا رو از بین ببره، چون اگه بخواد ارزش دلار رو حفظ کنه آمریکا نابود میشه، و اگر بخواد آمریکا رو حفظ کنه دلار نابود میشه. و اینها موندن چیکار کنن؟ اگه بهره رو بخواد ببره بالا، بدهی خودش چند برابر میشه، چون میدونید اوراق قرضه داره، یعنی کلی بدهی به چین و کشورهای دیگه داره. اگه بخواد بهره رو بیاره پایین، اوضاع اقتصاد شرکت‌های آمریکایی که داخل آمریکا الان مجبورن فعال باشن نابود میشه. دیدید که ترامپ دستور داده تمام شرکت‌ها باید برگردن به خونه، و این یعنی اینکه آمریکایی‌ها دیگه آخر خط هستن، و برای همین هم هست که دنبال این هستن حالا که دارن خودشون از بین میرن دنیا رو نابود کنن، و ممکنه حتی به جنگ‌های هسته‌ای هم بکشه، چون از نظر آمریکایی‌ها دنیا احتیاج به یک ریکاوری داره، به نقطه صفر باید برسه که اینها دوباره بتونن قدرت خودشون رو به دست بیارن. اینها دیگه نمیتونن رقابت بکنن، چون مسیری رو رفتن که مسیر پیشرفت نبود، مسیر پسرفت بود، و الان به نقطه صفر رسیدن. زیاده روی در مصرف و اشتباهات سیاسی که انجام دادن به حال اونها رو امروز به اینجا رسونده. واسه این که بتونن دوباره از نو بلند بشن مجبورن کل دنیا رو نابود کنن تا با یک روند دیگه از نو شروع کنن، و دنیا رو نابود کردن هم راهی نداره جز جنگ، حمله های نظامی